که محفل ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول سلامنامه است، شرط دوم صنعت ҳаҷви، شرط سوم تقلید و شرط دیگر باشد رقص گروهی و در نهایت این پیشنهاد فرهنگی لباس پوشی باشد. و حالا شما را دوستان گرامی بخصوص برای دسته سما اعضای حکمان را آشنا می‌سازیم. رئیس کمیسیا سیدزاده آتاخان، دیرکتور تئاتر ملیتی موسیقی مسلکی برنامه آتم مجاب شهر مختار، دارنده افتخارنامه صبر معظم ملت. عثمان بلالی شاعر، صدر شعبه فیلم هنری ریاست مؤسسه دولت تولید فیلم در ولایت خطلان. رحمانزاده فضل‌الدین، دیرکتور مکتب صنعت بچه‌های شهر مختار، علوچی فرهنگ کشور و نماینده شعبه معارف شهر مختار عبدالجبار و گلناره باشد. و قبلا با عرض احترام خواهش از آن میکنیم که بازم یادآور میشیم محفل ظریفان ثبت تلویزیونی میشود. هر آن چیزی که روی صحنه است به نوا گرفته میشود، پشکش بیننده میشود. به همین خاطر از تالار خواهش میکنیم که به همون ترتیبی که محفل ظریفان است روی سازند. باقی این از این ساعت با قصدکای زیبا دسته سما را استقبال میگیریم. دوستان عزتمند، بخصوص دوستداران محفل زیبای ظریفان و محفل ظریفان محفلی است که آن مهارت، آن استعداد، آن ملکه‌ای که هر دسته‌ای که روی صحنه می‌آورد حتما از جانب اعضای حکمان سزاوار احسن آفرین‌ها و خال‌های موفق نیز خواهد شد. و می‌گذاریم به شرط اولی محفل زیبای ظریفان این سلامنامه است. وقت سلامنامه از 5 تا 7 دقیقه معین گشته است. به خاطر اجرای شرط اول محفل زیبای ظریفان روی صحنه می‌خوانیم دسته سما را. با قصدکای زیبای استقبالشان بگیریم.
گلکو برای گلکو اکا شیر میگیری؟ السلام خالجو. وعلیکم سازی خوبی بچه؟ شهرمان. تام همراه ما با همین سحر روز خواه نداری چی؟ نه خالجو سلطه شیر دارم همراه میگم بفروشی محفلی ظریفان دارم اشتراک کنم. ما وقتش دا محفلی ظریفان داشتیم نکی بناز اشتراک میکردیم. اوزی خالجو هم یه لکش کنم. مایلی خواه بچه. خالجو میگم یه لکشی دارم همون رابطمت در حق ما یاد دعا کن. مایلی بچه تو باری آدمای خوب در این دنیا کمه. بچه خیلی برکت خدا زیاد کنه. شیری داده بود در درگاهش. الله اکبر. آمین. من برم خونم تا به خانگی محفلی ظریفان دارم همواره بیدار کنم. کپلوی زیبا نیست برای دسته سباق خستگاه زیبا
دوستان عزتمند، برای دسته سما دستاندرکار مؤسسه تعلیم رقمی 5 شهر مختار بازم موفقیت تمنا میکنیم و تا اونی که اعضای یکمان برای بخش اول محفل زیبایی ظریفان پاگذاری سازند، خواهش از آن است که از جانب دسته سما بخش غیر کانکورسی را پیشنهاد سازند. دوستانی خیلی هم عزتمند، دوستداران محفل زیبایی ظریفان و حالا برای پاگذاری بخش اول محفل زیبایی ظریفان سلامنامه رو به جانب اعضای حکما میاریم. 4